داریم بازی میتا رو الان من 2-3 تا چیز از میتا فهمیدم. توی بازی میساید که همتون یا بازی شد از یوتیوب دیدید بازی کردید یا اینکه اطرافیانتون بازی کردن و برای شما داستان تعریف کردن. آقا ما توی اینجا وقتی که چیزی که اول میخوام بگم، اول بازی وقتی که ما نیو گیمو میزنیم میتا صدای کارتریجمون میاد که داره انگار یه چیزی رو وارد، یه فلش یا چیزی رو وارد دستگاه میکنه و صدای کارتریجمون رو وقتی که ما نیو گیمو میزنیم پخش میشه و وقتی که جلوتر ما وارد کل بازی میشیم، بازی یه جوریه که ما خودمون کنترل نمی‌کنیم بازی رو. ببینید من الان گفتم که میتا داره کارتریج اونو میذاره تو، پس کسی که داره ما رو کنترل میکنه میتاه و ما میتا هستیم توی بازی که داریم با اون لپتاپی که دستشه اون پلیر رو کنترل میکنیم. که بذارید بهتون نشون بدم. ببینید ما با این کنترل میشیم و میتا واقعا خودش نیست. میتا من بازی تموم کردم. ببینید میتا اینطوری میشه. میتا اصلا وجود نداشته. میتا فقط اون کسی بوده که ما مثلا یه دونه من دیولپر توی این بازی، وقتی که من میخواستم روی این کد نویسی کنم باز مثلا 2-3 تا از میتا هم کرش میکرد، ممکن بود چیزی باید مینداختمشون اصلا بندازمشون تو سطح آشغال یا همون جایی که توی استخر و ایناست. اونجا وقتی که میندازم میبینید که هر میتایی که هست، هر باتی که قرمز چشم باش یعنی اون میتا خراب بوده. حالا این میتا واقعی نیست، این میتا اینه و خودش رو شبیه پوسته کرده و اصلا این میتا وجود نداره. فقط یه پشتش یه دونه کرکتریه، یه رباتیه که داره ما رو کنترل میکنه. پس کسی که داره ما رو کنترل میکنه از ایناست و اون رباتایی که ما انداختیمشون پایین دارن ما رو کنترل میکنن. حالا چیز دومی که من فهمیدم توی هر از این ورژنا هر یه دونه میتاست. هر ورژنی که من برم جلوتر یه دونه میتاست. یه میتا یک میتا اینه، 2 میتا، 3 میتا، 4 میتا که در ورژن‌های خیلی 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 قبله، 4 میتا، 5 میتا، 6 میتا، 7 میتا، 8 میتا، 1 2 3 4 8 میتای هشتمی که بهش میگن گوسلی میتا. این میتا اصلا هیچ صورتی نداشته، توی یه دونه ورژنی میگه که اصلا نیست و فقط قبل از اینکه ما اونو بریم فقط یه دونه میتای سیاه بود اونو درست کنیم. بعد ما اونو بدنشو برگشتوندیم ولی چیزی مونده بود که نتونستیم پیداش کنیم که اونم صورتش بود و این تا ابد بدون صورت میمونه. این اسلیپی میتاه که توی یه دونه ورژن بودش که همیشه هم میخوابید و ما بعد اینکه از همینطوری ورژن‌های قبل و اینا نیاز به این میتا داشتیم. بعد کارتریج پلیر 6م یه پلیری بوده اومده نمیدونم چی شده، یه پلیر داریم ما کلن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا کلن پلیر داریم و نزدیک و نزدیک 4 8 9 10 11 12 13 با 13 تا مدل میتا داریم و 10 تا مدل پلیر.
آره دیگه من فقط خواستم این 5 دقیقه رو براتون ضبط کنم که تئوری های زیادی بکنم. آقا ما توی بازی میتا کلا سه تا پایان داریم و اون کسانی که 2 تا رو باز کردن، یکیش پیسفول موده یا هر چیزی، کل اندینگ ها اینطوریه. یه اندینگ داره به اسم پایان بد، ما رو ریبوت میکنه و ما از بازی کلا خارج میشیم، کارتریج ما رو میکنه و ما میمیریم. یا اینکه مستقیما خودکشیه که ما 49-70 رو میزنیم، توی اون قاب صندوق رو باز میکنیم، کارتریج رو در میاریم و مستقیم میمیریم. یا اینکه سومینه که ما باید شونه رو توی بازی براش پیدا کنیم ولی فر رو نگاه نکنیم. توی بازی وقتی که میریم نباید به دریچه نگاه کنیم، از سس میتا باید بخوریم و همینطور باید بازی کنترل بکنیم. بعد پیسفول مود براتون باز میشه و تا منو اون پلیری که داره باتون بازی میکنه و میتا تا ابد با هم زندگی میکنه توی اون. اوکی ببینید بعد یه حال دیگه وقتی میتا 1000 بار که ما داریم باش بازی میکنیم بعد سومین چیزی که میخوام بهتون بگم، میتا وقتی که داریم ما باش بازی میکنیم اون صدایی که از توی کمد در میادش صدایی که میتای واقعی اونجا دستگیر شده، یعنی دستگیر زندان شده یا نمیدونم چیز دیگه. وقتی که صدا در میادش ما از اونجا میریم و میتا 100% از خداشه که ما پیشش بمونیم. که 1000 بارم که بازی کردن البته باهاش کسی نگفته میمونم و خب میتا هر وقت که باش بازی شده همه میگفتم بهش نه میرم ولی میتا انقدر این چیزو شنیده حتما ممکنه کلن از کنترل خارج بشه. خدایا میتا فقط میخوادش یه دونه دوست داشته باشه توی لوپش، توی خونش فقط یه دونه دوست داشته باشه و پیسفول مودی که معلوم بازی کردم یه هنوز دیولوپر نساخته بازی رو بعد که آره برای آپدیت های بعدی حالا ویدیوشو میگم. بعد وقتی که ما میای بهش میگیم میمونم میتا خیلی خوشحال میشه. ولی وقتی که ما ببینید الان میتا چقدر خوشحاله، وقتی که ما اکزیت رو بزنیم ناراحت میشه چون که حوصله‌اش سر میره و میخوادش یکی باش بازی کنه. چرا اینو هی میبره کنار، اکزیت رو هی میبره کنار؟ چون میخوادش بازی کنه فقط. ولی ما وقتی کل اندینگ رو تمام کردیم مجبوریم باش خداحافظی کنیم. خداحافظ. خب مرسی.